به نام خدا، با سلام. امروز میخوایم تراش مرغک به مرغک آموزش بدیم. کار با سنباده و میکرومتر. به یک مرغک ثابت نیاز داریم ما. اینو من قبلا تراشیدم، خودتونم میتونید بتراشید. آماده‌ش هم تو بازار هستش. مته مرغک، قطعه کارمون و مرغک گردان. به این صورت. میکرومتر هم که اینجا هستش. برای شروع اول ما اینو باید کف تراشی بکنیم یا پیشانی تراشی کنیم که دورمون رو میذاریم روی 355. به این صورت قطعه کارمون رو میبندیم. به این صورت دستگاه روشن. شروع میکنیم به پیشانی تراشی با دور 355. مماس میکنیم. به این صورت میایم عقب، بار میدیم. به این صورت تا جایی که قطعه کارمون سفید بشه. وقتی که پیشانی تراشیمون تموم شد، شروع میکنیم به پق زدن. کف کار رو مماس میکنیم. ساپورت اصلی رو به سمت سه نظام، ساپورت ارضی رو به سمت خودمون همزمان. به این صورت این پخ ما آماده است. حالا میخوایم سوراخ مرغک رو ایجاد کنیم. برای ایجاد سوراخ مرغک تا وسطای مخروط مته مرغکمون میریم که سوراخ مرغک ایجاد بشه. میبندیم به سه نظام. به این صورت دور مته مرغک هم 700 الی 1000. من الان میذارم روی 700. به این صورت سوراخ مرغکمون ایجاد شد. حالا اون ورش هم باید همینجوری هم پیشانی تراشی کنیم هم سوراخ مرغک ایجاد کنیم. کارمون میبندیم تا جایی که میتونیم. قطعه رو داخل میبندیم. دور رو دوباره میارم پایین. حالا کار کف تراشی و ایجاد مته مرغکمون تموم شد. میرسیم به رو تراشی یا همون تراش مرغک به مرغک. خب مرغک ثابتمون رو میبندیم به سه نظام. به این صورت خب مته مرغکمون رو باز میکنیم. به این صورت سه نظام رو در میاریم. مرغک گردانمون رو جا میزنیم. به این صورت میاریم نزدیک مرغکمون رو. به این صورت سوراخ مرغک رو میذاریم روی مرغک ثابت. این ورم مرغک گردون رو به این صورت
قفلش هم میزنیم قشنگ این صورت. خوب صفر میکنیم. قفل بالا رو هم که این باشه میچرخونیم تا این تکون نخوره. خب رندمونم زاویهش رو 90 میکنیم برای رو تراشی. دورمون هم دوباره همون 355. فقط پیشرویمون رو باید بذاریم رو کمترین مقدار چون قطعه سر میخوره که 500 ما میخوایم 500 رو بذاریم. میایم روی W 6 B و تمام. به این صورت اسکان رو روشن میکنیم. قطعه‌شون رو به این صورت روی قطعه کار مماس میکنیم. میایم بیرون بار میدیم. هم بارمون باید کم باشه هم پیشرویمون باید آروم باشه. وقتی که مرغک به مرغک میایم بیرون این اهرمو به سمت سه نظام که بزنیم پیشروی به سمت سه نظام خواهد به این صورت.
الان رو تراشی ما با مرغک تموم شد. الان محور قطعمون با 2 تا سوراخ مرغک یکی شده. الان برای تراش قطعه به صورت میکرومتر با دقت 1/100 به عنوان مثال برای جا بولبورینگ، واسه بولبورینگ های 0 تا 25 ما 1/100 بالاتر میتراشیم. مثلا بولبورینگمون 25 25 و 1/100، 25 تا 50 200 بالاتر میتراشیم که پرسی جا بره. واسه تراشش هم از اول میکرومتر نمیزنیم، تا 5 4 بالاتر از اندازه نیازمون میتراشیم با کولیس، بعدش رو دیگه با میکرومتر انجام میدیم. الان به عنوان مثال این قطعه 39 و 5 مثلا میخوام ما بشیم 39 و 200 بالاتر میخوایم بتراشیم. شروع میکنیم 0.2 دیگه بار میدیم، بعد با میکرومتر استفاده میکنیم. خب دوباره مماس میکنیم، 25 صدم بار میدیم صورت. حالا از میکرومتر استفاده میکنیم، 2 فکش رو قشنگ تمیز میکنیم، قطعه کارمون پلیسه یا آب صابون نمونده باشه. به این صورت میکرومتر رو میگیریم، به این صورت از جغجغش استفاده میکنیم، از اصلیش استفاده نمیکنیم. به این صورت الان به عنوان مثلا 500 39 و 500 39 و 500 درست. خب وقتی که 500 بالاتره، الان ما 300 باید بار برداریم دیگه. از رنده استفاده نمی کنیم واسه کارهای تکی، ولی تیراژ باشه سری میکنیم، ولی واسه کارهای تکی از سنباده استفاده میکنیم که 300 رو با همین سنباده ما براده برداریم. سنباده هم به این صورت میگیریم، 2 تا انگشتمون به این صورت باید باشه، یه انگشت هم با این دستم پایینش رو میگیریم که قطعه در نره. و اینکه هیچ وقت سنباده رو به این صورت نمیگیریم، این اشتباهه، چون ممکنه قلاب کنه و دستتون آسیب ببینه. به این صورت یک نواخت کل قطعه رو سنباده میکنیم. براده های سنباده رو هم پاک میکنیم، دوباره شروع میکنیم به اندازه گیری. به این صورت الان 1/100 دیگه من با سنباده برداشتم. به این صورت همه جای قطعه رو میگیریم که یک نواخت باشه. بله 39 200 بالاتر. این قطعه تمومه، با دقت 100 تراش خورد مرغک به مرغک.